خواهران مهربان من، الله سبحانه و تعالی یک و یک شما را در این روزهای وزین در حفاظت خودش نگه دارد و به کل بیماران امت اسلام شفای کامل و عاجل نصیب روزی گردانده باشد ان شاء الله. آمین یا ربی، دعای ما همین. اما مراجعت من به بعضی از همون صاحبان بیمار و یا خود بیماران، عزیزان دل، چقدر گفتم الله سبحانه و تعالی به یکایک شما از خزانه غیبش شفای کامل و عاجل نصیب روزی گرداند. لیکن دوستان من، ما هم انسان زنده هستیم، ما هم عصب داریم، ما هم خون گرم داریم. وقتی که جواب ندادیم در حال هزاران فسق و فساد و هزاران سخنهای خود را عدل نبرارید. و بعدا دوستای من چندین ها مرتبه در نوارها در پخش‌های مستقیم بیان کردم که از مسئله سم جمع کنی برای بیماران موقتا من یک سو طرفم، یعنی که الان به یگون برادران و خواهران هیچ نوار مثلا ثبت نمی کنم، چون از فتنه بعضی از همون خود بیمارا و از فتنه بعضی از گمراهان کمی مانده بد شدیم. و بعدا اون نواری که برای مادری که همراه دو فرزندش آهن پاره جمع کرده زندگی پیش برد، به حد دلمون سوخت، یعنی که از حالت بیماری اونها هم مثلا وزین‌تر بودن تا قدر امکان یک نوار کردیم. بله، لیکن بیماران محترم و اینکه صاحبان بیماران، از خود باز میگم هر خیلی فسق و فساد برای ما ننویسین. من آرام نشستم فقط از برای رضای الله، من آرام نشستم فقط از برای چه بگیم حرمت انسانی. لیکن میبینم که دیگر برادران میگن امید رحمت مقصد با ما هم همین سخنها را نویسیدن. دوستای من، همون انسانهایی که الان برای بیماران سم دارن، اونها هم معمای خود دارن، اونها هم در زندگی پست و بلندی خودشان دارن، لیکن سیر خودشان به هر کس نمیگن، سیر خود با یار خود هرچند میتونه نگو. پس صاحبان بیماران و اینکه خود بیماران، اول اینکه صبر کنید، الله نصیب روزی کرده باشد شاید نوبت شما هم میرسد. باز تاکید میکنم که من امید رحمت موقتا خیلی وقت شد، چندین ماه شد از مسئله سم جمع کنی دورم، یعنی که برای من در سامانه ما مثلا نوشته ای شما با ما را جمع نمیتین، کسی که پول ندارد قدر ندارد، افسانه ها برای ما لازم نیست. الله نگهبان همه شما.